دست و چنانم کرد که از دست بخواهد شد آیا شکیبایی. ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. پادشه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. که تو فرمای. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک بادی عاشق شیدای. ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. روانش شاد، روان هایده هم شاد. هنرمندان خوبی داشتیم و از دست دادیم. و اما برویم به دنبال مقاله‌ای که مهیستان بختیاری که واقعاً سخنی که او می نویسد و می گوید سخنی است که بر ما امروز واجب است که بشنویم و به خود آییم. در 2 هفته قبل خدمتتان عرض کردم مقداری از این مقاله را من برایتان بازگو کردم و امروز برمیگردیم به بقیه مقاله. اما قبل از آن باید بگویم که من برای 2 هفته یک شنبه آینده و یک شنبه بعد از آن برنامه‌ای ندارم. 5 شنبه فقط 5 شنبه آینده می آیم و یک شنبه ها برنامه‌ای ندارم برای 2 هفته تا
به قول معروف برای آینده سال نو. امیدوارم که اگر زنده باشیم در خدمت شما هنوز هستیم. مایستان بختیاری میگوید کی و کجا شمعی به یاد مدرسه سفیلان و دانش آموزانش برافروختیم و یادواری برایش ترتیب دادیم. کجا حساسیت‌هایمان را افزون کردیم که امروز وزیر بیکفایتی چشم در چشم مردم نایستد و بگوید این تنها یک حادثه بود و مقصر اصلی حادثه بخاری مدرسه شناخته شود. پس خود ما هم حافظه تاریخی روشن و پویایی نداشته و هرگز نخواهیم داشت. چنین حوادثی در هر یک از همان کشورهای متمدن رخ میداد یک فاجعه ملی محسوب شده و دست کم یاد و خاطره آن دانش آموزان تا ابد به هر شکل و روشی در افکار عمومی جامعه زنده نگه داشته میشد. در بعد مدیریتی ما آلوده یک نظام سراسر تبعیض‌گرا و استبدادی هستیم و اصولاً فاکتور پذیرش مسئولیت جمعی و پاسخگویی در حکومت‌های توتالیتر امری محال است. در این بعد هم یعنی رشد حساسیت اجتماعی تلاش چندانی نکردیم. پس در این دو بعد ما هیچ شباهتی با آن قبیل کشورها نداریم، چرا که در آن جوامع افکار عمومی نمودار حساسیت را افزون نگاه داشتند و ما در فقر حافظه تاریخی به سر بردیم. از سوی دیگر روشن است که در یک جامعه دموکراتیک نقص ذاتی نیست، چرا که روند پویای مدیریت اجتماعی اجازه تکوین و نهادینه شدن نقص و فساد بر بستر ساختار مدیریت اجتماعی را نمی‌دهد. به همین دلیل است که با بروز مقطعی و موردی یک نقص مدیریتی یا بیکفایتی با استعفا و تغییر مدیران آن نقص ترمیم و برطرف می شود. با این همه باید از دوستان و هموطنانی که خواستار استعفای وزیر هستند پرسید استعفای یک مدیر فاسد و جایگزینی مدیر فاسدتر چه دردی را از این زخم کهنه دوا می کند؟ و یا اصولاً چه شباهتی در ساختار سیاسی و مدیریتی جمهوری اسلامی با یک نظام دموکراتیک وجود دارد؟ نقص ایراد فساد و تباهی و بیکفایتی در ذات چنین رژیمی 3 دهه است که نهادینه شده و فاجعه فساد و بیکفایتی عمیق‌تر از آن است که با استعفای یک وزیر بتوان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد. بنابراین به جای تفره رفتن و کم کردن صورت مسئله باید به اصل مسئله یعنی فساد نهادینه شده در ذات این رژیم اندیشید، نه هنوز در پی اصلاح و ترمیم آن بود. امروز دولتی در رأس امور است که شخص آقای خامنه‌ای او را نزدیکترین فرد به مواضع فکری خود دانست. بنابراین بیکفایتی مدیران این دولت مستقیما به شخصیت و بیکفایتی خود آقای خامنه‌ای برمیگردد. امروز دولتی بر سر کار است که وعده کرده بود نفت را بر سر سفره مردم بیاورد. این شعله‌های آتش همان ساده انگاری آن عده‌ای هستند که با اتکا به چنین وعده‌هایی هنوز هم امروز مشکل را در استعفای وزیر و ترمیم بررسی می‌کنند. فراموش نکنیم ما عموماً فقر حافظه تاریخی مفرطی رنجمان می‌دهد و گاه شورهای حسینی
بر خرد جمعیمان میچرخد یا میچربد. چرا؟ دلیل روشن و واضحی دارد. ما سفیلان و شین آباد را تجربه کردیم، اما هرگز به حرمت این روزهای تلخ به فکرمان خطور نکرد روز دانش آموزان، روز پرپر شدن شکوفه هایمان در سفیلان و شین آباد باشد. 13 دانش آموز سفیلان پشت میله های فلزی کلاس سوختند و فراموش شدند و روز 13 آبان روز دانش آموز ما شد. شین آباد هم تمام می شود با زخمی که از یاد می رود و اگر آن روزهای شور حسینی انقلابیگری بود 1000 سرود یار دبستانی می ساختیم و 3 دهه آواز می خواندیم، اما بچه های شین آباد نه یار دبستانی داشتند و نه یار دبستانی خواهند داشت. در آخر باید بگویم از دیدگاه واژه شناسی زبان پهلوی سفیلان به معنای خانه سپید است و شین آباد به معنای خانه آباد. آن خانه سپید و این خانه آباد در شعله‌های آتش سوخته و می سوزد و به قول معروف خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است و ما هنوز به این دل خوشیم که با استعفای یک بیکفایت و آمدن بیکفایتی دیگر قانع باشیم که حق بچه های شین آباد را گرفته ایم. امروز اگر حق کودک کرد و لر و آذری و بلوچ را می‌خواهیم فریاد بزنیم. باید در هر گوشه‌ای از ایران دست کم با شمع‌های برافروخته بایستیم، پافشاری کنیم و نگذاریم با سطحی انگاری و حادثه پنداری این واقعه تلخ حق کودک پیران شهری قربانی وعده ها و نیرنگ های سیاسی مسئولین بیکفایت جمهوری اسلامی شود. اگر به راستی به دنبال چاره درمان هستیم، روز واقعه شین آباد باید روز دانش آموز ما باشد. این دست کم کمترین کاری است که میتواند التیام اندکی بر آن زخم ها باشد، نه استعفای وزیری که جایگزینش فردی از جنس خودش خواهد شد. بیش از هر هیجان مقطعی که البته خیلی زود به تاریخ سپرده می شود، باید مدام با خود مرور کنیم که حق بچه های سفیلان و شین آباد تا زمانی که استبداد ذاتی در بطن چنین حکومت های غیر مسئول و پاسخگویی باشد گرفته نخواهد شد. این خانه سپید و آباد 3 دهه است که می سوزد و نسل‌های سوخته‌اش جان می سپارند و ما هنوز در گام اول در جا می زنیم. اصولاً تسلیت گفتن در این 3 دهه برای ما امری عادی و مرسوم شده و یک بار نمی شود یا نمی توانیم همت به عملی کنیم که عمری آن را تبریک بگوییم. این روزها کارنوال میلیاردری زری امام حسین شهر به شهر میچرخد و هزاران نفر به دنبال خود برای طلب و شفا و آمرزیده شدن و سهم ملی کودک ایرانی بخاری کهنه است که نفتش قرار بود بر سر سفره‌اش باشد، نه آتش جانش. با مهر و ادای ادب و احترام به پیشگاه شکوفه های پرپر شده شین آباد، مهیستان بختیاری. به خود بیاییم و با شمع این شمع را خاموش نکنید. به گرد این شمع جمع شوید با عشق، با محبت، با اندیشه باز، با گفتار نیک، با کردار نیک فردای روشن را برای ایرانیان، فرزندان ایران بخواهید. برای آزادی زندانیان سیاسی، برای آزادی 75 میلیون ایرانی در بند. شمع را روشن کنید در هر جا که هستید، در هر جلسه‌ای، در هر تظاهراتی، در هر جا که هستید. این باید گفت شهبانوی نازنین حرف بسیار، سخن بسیار زیبا، بسیار پرمحتوایی را همواره میگوید، سال هاست که میگوید: پیروزی نور بر تاریکی.
اگر می‌خواهید نور باشید و بر تاریکی پیروز شوید، در کنار هم بایستید، با هم باشید، نگذارید تحقیرمون کند، نگذارید هویت ما را از بین ببرند، نگذارید خود را سرگرم با این سریال ها، سرگرم با این بازی ها نکنید. به ایران بیندیشید، به خود بیندیشید، به فردای روشن فرزندان ایران بیندیشید. تا روز دیگر، برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ ایران زمین می سپارم.